شورای امنیتی سازمان ملل متحد با نگرانی از موج ناآرامی‌ها در شرق اوکراین به ختم درگیری‌ها دعوت کرد. اعضای شورای امنیتی سازمان ملل متحد با ابراز احترام به تمامیت ارضی و صاحب استقلال اوکراین تاکید کردند که برخوردها به حیات مردم آسایشته تأثیری وخیم دارند. شورای امنیت جانبها را به تطبیق آتش بس دعوت کرد. برخوردهای مسلحانه روزهای اخیر در شرح اودیوفکای اوکراین باعث تلفات جانی در میان نیروهای دولتی و جدای خواهان رو به روسیه شده است. 31 ینور خبرنگاران شاهد جراحت‌های یک ساکن اودیوفکا بودند که طبیبان به او یاری اولیه می‌رسانیدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که درگیری‌های شدید و آتش متقابل طرف‌ها 28 ینور آغاز یافته، همان شبانه روز بیش از 2300 ترکش ثبت شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از طرف‌های درگیر تقاضا کرد که به سازش آتش‌بس سال 2015 صداقت نشان دهند. این سازمان در منطقه برخورد نیروهای دولتی اوکراین و جدای خواهان پناهگاه‌های موقتی تشکیل کرده است. در شهر اودیوفکا تحت نظارت نیروهای دولتی اوکراین که از برق، گرمی و آب محروم شده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا کمش به 17,000 فرد آسایشته یاری بشردوستانه رساند. حرارت هوا به 18 درجه زیر صفر برابر بوده. در خیمه‌های گرم مردم زیاد امکان دارند که ذخیره برق تلفن‌های موبیل خود را تکمیل و غذای گرم تناول کنند. بحث به جای امن کوچ دادن ساکنان اودیوفکا در حکومت اوکراین جریان دارد. هر یکی از طرف‌های درگیر جانب مقابل را به نقض آتش بس ایبدار می‌کند.